این شماری از رقم‌های قید دولتی سبز یا الکترومبیل هاست که در چند روز اخیر از تاکسی‌های شهر دوشنبه برچیده و نابود کرده می‌شوند. گروه از رانندگان تاکسی‌های شرکت رخش شکایت دارند که از آغاز ماه اپریل ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی آنها را بازداشته بدون پیشنهاد دلیل مشخص رقم‌های ماشین‌هایشان را مصادره می‌کنند. ما 200,000 قرض کردیم، خمونده جای کارگوی تشکیل کردیم، اساس شب بگیریم. ما باید همین اویلومون بخرونیم. لیکن یا گرفتن یک بوره مورا در راه قپیده گایا نمیرومون گرفتن. این آواز ما نمیاد. یکم که صاحبش گفتن نمیتون. شرکت میریم صبر کن. اوجاش میریم گای میگه شرکت برین. اوجا دا میگه لیمیتون زیاد شده گای میگه. دیگه نمر باید نگیر. اینجا شرکت نمر گرفته دو دسته. ما نمیدونیم چیکار. ما بانکمون چیکار میکنیم. اویلومون چه خیلی میخرونیم. ما میخوایم که بفهمیم همیشه کی تشکیل کرده برای چی کرده. کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی بر عوض مصادره رقم قید دولتی تاکسی ها سند را به رانندگان دادند که نه مهر دارد نه امضا. ماشینم 20 دقیقه بود پیش خانه ده. ما دری کلون ندارم. ایجا 20 دقیقه اومدن نمره را کندن نکردم. تو ای خانه برو اومدن گفتن نمره تا کندن. میشه نویسیان که مثال ممکن است فرمانه وقتی که در ماشین راننده وجود نداشته باشه ولی در وقتی چیزش ممکنه همین کار که نمره ما را کندن. در شرکت رخش تاکسی رانندگان پاسخ مشخص نگرفتند و سرانیان حاضر نشدند که به خبرنگاران رادیو آزادی وضعیت را شرح دهند. در ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی برای شرح این موضوع نامه رسمی طلب کردند. گفتم بیار نمره را بسپاری، نمره زرد داشتیم سپاریدیم تا حاضر یکی نمر نمیتیم. میگن که صبر کنین نمر میشود. میگه یک ماشین بانک اومده گیه نمیدونیم چیکار کنیم. مردم قرضو را ای شرکت گفتم که نمر را بسپارید. نه ما چه خیلی برام ما در سوق سپردگی ما ای بانک قرض دارم باز برام با 10,000 گذر جو برام بتم. بر اساس یک قرار شهرداری دوشنبه از ماه ایونی سال 2024 باید تمام شرکت‌های تاکسی در دوشنبه تا ماه سپتامبر سال 2025 تمامی تاکسی‌هایشان را برقی کنند. حالا در دوشنبه طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی 13 شرکت تاکسی موجود است که جمع الجمع 7777 تاکسی دارند. کواتا یا سهمیه تقسیم شده برای همه شرکت‌ها 4350 تاکسی است. اما برخی از شرکت‌ها از جمله شرکت 90 850 تاکسی، شرکت 4x1 566 تاکسی، شرکت دیگری 4x1 441 تاکسی، شرکت 7000 572 تاکسی، شرکت 33 210 تاکسی بیشتر از کواتا داشتند.